سلام، روز و شبتون عالی. بریم برای خوانش چند دقیقه‌ای از یک کتاب دیگه. اسم این کتاب هست شوهر آهو خانم. نویسنده علی محمد افغانی. بسم الله. بعد از ظهر یکی از روزای زمستون سال 1313 بود. آفتاب گرم و دلچسبی که همه پیش از ظهر روی شهر زیبای کرمانشاه نور پاشونده بود با یه سماجت هرچه بیشتر تلاش می‌کرد تا آخرین اثر برف شب قبلو از میون برداره. آسمون صاف و درخشان بود. کبوترایی که تو چوب بست شیربونی‌های خیابون لونه کرده بودن میون مه بیرنگی که از زیر پا و دور و بر اونا بلند میشد با لذت و مستی پرغروری به جنب و جوش اومده بودن. مثل اینکه غریزه بهشون خبر داده بود که روزای برف و بارون تموم شده و موسم شادی و سرمستی فرا رسیده. تو خیابون همه چیز آرامش معمولی خودش رو طی می‌کرد. درشکه‌ای که لک لک کنان می‌گذشت. گذرنده‌ای که دستاشو تو جیب پالتوش کرده بود و سرشو به زیر انداخته بود پی کار و زندگی خودش می‌رفت. فروشنده‌ای که پشت پیشخون دکون مشتری رو راه مینداخت. هیچ کدوم تو کار خودشون شتابی نداشتن. سنگ فرش پیاده رو یکم خیس بود و ناودونای دیواری پنهونی زمزمه می‌کردن. ردیف دکونای باز و بسته دو سمت خیابون با درایی که رنگای سبز و آبی پشت و روی اونا هنوز خیلی خوب خشک نشده بود، اگر نه برای یه گذرنده معمولی که گرفتار اندیشه های خودش بود، بلکه برای نوآموز خردسالی که فارغ از هر غم و نگرانی از خونه به سمت مدرسه می رفت، منظره خوش و سرگرم کننده ای داشت. همه چیز خبر از یه جشن و احیانا تعطیلی اجباری میداد. بوی رنگ فضا رو پر کرده بود و کسایی که با دکونا و مغازه ها سر و کار پیدا می کردن به دقت مواظب خودشون بودن که به درا مالیده نشن. رفتگرا با حوصله و وظیفه شناسی بی سر و صدایی که ذاتی اونا بود صندوقای آشغال حاشیه خیابونو از محتوای خودشون خالی می کردن تا با کامیون ببرن و بیرون شهر بریزن. این صندوقا یکی از ابتکارات مردم پسند شهردار تازه وارد اونجا بود و رنگای سبز و سفید و قرمز اونا تو اون روشنایی خیره کننده بعد از ظهری زیبایی و شکوه شهر رو دوچندان کرده بود. پاسبونا با لباسای آبی سیر، پوتین و زنگار و چوب قانون واکس زده کلاهای دولبه رو تا روی ابروشون پایین کشیده بودن. با لبخند رضایت‌آمیز و پلیس معابانه گوشه لب روی پاشنه پا میچرخیدن. چشم میگردوندن و اینجا و اونجا رو از زیر نظر باریکبین میگذروندن تا تو شهر بزرگ و نسبتاً قابل توجه چیزی برای خلاف دلخواه نبوده باشه. تو کمرکش خیابون زیر کوچه کوتاهی که به مسجد حاج شهبازخان سرباز میکرد یه دکون نونوایی با دودزدگی سردر آجریش که تا روی بام رو زشت و سیاه کرده بود از بین دکونای اون حدود بیشتر خودشو نشون میداد. زشتی و سیاهی اون برای خودش در عین حال زیبایی و لطف مخصوصی داشت. از توی دکون که هنوز خلوت بود صدای سیخ و پارو، سوختن هیزم تو تنور و گفتگوی بلند بلند کارگرها با هم به گوش می رسید. سنگک‌های تازه و خوش رنگ و رویی که چپ و راست به در و پیکر دکون زده شده بود حکایت از وفور نعمت و فراوانی می کرد. ماه روزه بود و عطر دلپذیر نون آمیخته با بوی سیاه دونه که تا فاصله زیادی پخش می شد اشتهای گذرنده ها رو به حرکت در می آورد.
پشت دستگاه ترازو که جعبه دخلم کنارش بود، مرد میان بالا و سیاه چرده‌ای دیده میشد که پالتوی خاکستری رنگ از جنس برک خراسان به تن داشت. پیشونیش بلند و هموار، ابروهاش پرپشت و چشماش گیرنده و نافذ بود.